سلام، من راتام. به چنل من خوش اومدین. امروز یه مهمون خیلی خفن دارم که مدت ها بود خودم دلم میخواست باشون صحبت کنم. حالا نمیدونم تو سوشال مدیا دارشون یا نه، ولی اگه داشته باشیم با توجه به استوری و پست هایی که میذارم میتونیم بفهمیم چرا دارم از کلمه خفن استفاده میکنم. مهمون امروزمون هلیا جون هستن که دوست دارم خودشون معرفی کنن، چون میدونم که خیلی قشنگتر قصهشون رو میگن. هلیا جون، میشه خودتون رو معرفی کنین؟ سلام، مرسی ازت. منم خیلی خوشحالم که اینجام و خیلی هم دوست داشتم که باهات بیشتر آشنا بشم. ممنون از دعوتت. من هلیا مجتبی هستم، پزشکی عمومی دانشگاه تهران خوندم، ورودی 91 و از سال 2022 دارم توی یکی از لب‌های NIH پژوهش میکنم در زمینه نوروتکنولوژی. چقدر هم عالی. خب الان که یکم هم صحبت راجع به این شد که الان تو این لب دارین کار میکنین، دو تا سوال اصلی که هست، هم دوستم یکم در مورد ریسرچ صحبت کنم، هم در مورد مهاجرت. حالا اینکه چجوری تصمیم به مهاجرت گرفتین، چون سوالیه که میدونم خیلی از کسایی که تصمیم میگیرن یا توی یه محیطی هستن فکر میکنن. مثلا خیلی از بچه‌ها در ایران هنوز فکر میکنن که آیا مهاجرت بر ما درسته، با اینکه یک موج خیلی عظیمی است، همه فکر میکنن الان تصمیم درست اینه که مهاجرت کنیم. ولی وقتی که از دور نگاه میکنی، وقتی میخوایم تصمیم رو بگیری، یکی از راهایی که حالا یه مقدار حست بهتر بشه اینه که از کسایی که این مسیر رفتن رو بشنوی، ببینید داستانشون چجوریه. خب خیلی اونقدر شاید کمک کننده نباشه، هر کسی واقعا قصه خودش، فرمول خودش برای خوشحالی و هر چیزی رو داره، ولی فکر میکنم برای کسایی که این مسیر رو رفتن، یعنی برای خود من اینجوری وقتی گوش میدم خیلی چیزا یاد میگم و دوست دارم قصه شما رو در مورد این موضوع بشنوم. مرسی راست، خیلی قشنگ اشاره کردی، چون خودمم حل مسئله‌م اینطوری بود که موقعی که میخواستم تصمیم بگیرم میرفتم میدیدم آدمایی که حالا البته من در جایگاه اونا نیستم، ولی من میرفتم میدیدم آدمایی که در هر مسیری ستل شدن و زندگیشون شکل گرفته، چجوری ابعاد مختلف زندگیشون چه شکلیه. بعد خودم رو تو جایگاه اونا تصور میکردم، میدیدم من اون مسیر رو دوست دارم یا نه. مدل حل مسئله‌م این بود، بر همین قصه گفتن و قصه شنیدن مسیر رو دوست دارم. من خیلی آدم اینجوری بودم که دوست داشتم کار خارج برنامه خیلی زیاد میکردم توی مدت پزشکی عمومی، در کنارش کار ریسرچ هم میکردم و مدلم این بود که ایران جای قشنگیه، قراره هم دور هم بمونیم و بهترش هم بکنیم. بعد یه مقداری حالا دوچار سرخوردگی های شدم و یه سری هم اینطوری بود که بر اساس رشته‌ای که داشتم حس می‌کردم که آینده کاری توی اون رشته خیلی برای من باز نیستش و رشته‌ای که کار می‌کردم حالا به طور تخصصی نه، ولی برای پایان‌نامه پزشکی عمومی روی بیماری ALS و هیته نورولوژی، در واقع میشه نوروماسکولار، کار می‌کردم و چیزی که بود اینه که برای این دسته از بیماری ها ما خیلی درمان نداریم و بیشتر درمان متمرکز بر درمان های علامتی و کند کردن سیر بیماریه و ما در واقع کیوری نمیشناسیم خیلی براش، یا اینکه تکنولوژی های مختلفی که بیان به بازتوانی این افراد کمک بکنن رو ما نداریم. و این جرقه تو ذهن من زده شد که نشستم راجع به اصلا مفهومی به اسم نوروپلاستیسیتی توی ریهابیلیتیشن خوندم، یعنی توی بازتوانی ها خوندم و تونستم این استادم پیدا کنم و باهاش مکاتبه کردم و الان نزدیک به 3 ساله که دارم توی آزمایشگاهش کار میکنم. چقدر هم عالی. من اینو خیلی خب خیلی هستن که از طریق ریسرچ پوزیشن وارد آمریکا میشن. دقیقاً چند روز پیش داشتم فکر می‌کردم که این تعدادی که دوست دارن و وارد میشن چقدرشون واقعا دوست دارن، چقدرشون علاقه رو به ریسرچ دارن، چون می‌بینیم که خب خیلی دارن ریسرچ میکنن ولی اینکه به اون جواب تو ذهن آدم برسه خیلی جذابه، مخصوصا اگه اون داستان و اون ارزش تو درون خودت باشه که فکر کنی برای این ارزش دارن میجنگن. حالا یکم دوست دارم در مورد ریسرچتون بیشتر بدونم، چون الان که صحبت میکنین خب شما دارین یه ریسرچ انجام میدین که دوست دارین. میخوام ببینم که چجوری فهمیدین، مثلا اگه یکی بیاد یهو ازتون بپرسه که خب من چجوری بفهمم چی دوست دارم، با اینکه میدونم خیلی سوال کلیه و آدم اینجوری که خب باید یکم مثلا یه سوال شخصیه، ولی دوست دارم از این بدونم که چجوری ریسرچتون رو انتخاب کردین، چجوری تصمیم گرفتین مکاتبه کنین، یا حتی چجوری سی وی تون رو تو این زمینه در ایران قوی کردین. یه چیزی که هست اینه که حالا من همونطور که اشاره کردی احتمالاً توی پست استوری مختلف راجبش گفتم که من حس میکنم اون علاقه خیلی خیلی، یعنی مثلا میگن که برو دنبال علاقت، خیلی بعضی وقتا overrated یا اشتباه
تخمین زده میشه که این علاقه باید وجود داشته باشه و توی پا در یک مسیری بذاری. من حس میکنم که تو تا وقتی که چم و خم مسیر دستت نیاد، توی اون راه قدم نزنی، یکم اسکیلات و مهارتات رو بیشتر نکنی و ندونی اصلا اون مسیر جنسش چه شکلیه، هیچ داده ای نداری که علاقه بسازی و اون علاقه هم اگر که از بیرون باشه یکم علاقه سستیه و ممکنه که با یه چیز دیگه عوض بشه. و خب این هم خوبه هم بد. خوبه چون که خب علاقه ندارید اشکالی نداره، چند تا فیلدی که فکر میکنید ممکنه خوشحال باشید توش رو برید و تا مثلا 1% ادامه بدید، یک کم روش کار کنید، یکی دوتا حالا پروژه های مختلفی سعی کنید توشون اینوالو بشید و ببینید اصلا جنس پژوهشی که میکنن، جنس مطالعاتی که اونجا انجام میشه چه شکلیه. حالا در حد توانتون دیگه، در حد توانی که منابع حالا زمانی و مالیتون اجازه میده. و من هم تقریبا همین کار کردم. من هم حالا از فیلدهای مختلف موقعی که شروع کردم به اینترنی یا حتی استاژری اینجوری بود که هماتو خیلی هیجان زدم کرده بود. بعد یه بازه خیلی طب اورژانس دوست داشتم. بعد اینطوری بودم که نه، به نظرم بیماری‌های عصبی یعنی بیماری‌های نورولوژی خیلی برای من هیجان انگیزه و دیگه رو همین فعلا موندم. ولی کاملا قابل درک و قابل قبوله که آدم ها مسیراشون رو جابجا کنن و بر اساس دیتایی که از اون مسیر گرفتن میتونن بگن من دیگه اینو دوست ندارم یا دارم. و من آدمی رو میشناسم که من الان توی اینجایی که دارم کار میکنم چند تا پروژه دستمه. یه پروژه که خیلی بالک، یعنی پروژه‌ای که پروژه اصلی منه، اینه که راه رفتن آدم ها رو دارم ارزیابی میکنم و یک خانومی هست که تقریبا همه ی دیتای بایومکانیکی که ما روی راه رفتن داریم مثلا 80% رو این آدم تولید کرده و علم رو جلو برده و 15-16 سال روی این فیلد کار کرده. الان 5-6 ساله فقط داره حرکت آپر لیم کار میکنه، اندام فوقانی کار میکنه، دست. و اصلا در حیطه، یعنی در لول های خیلی بالا هم این قضیه خیلی جا افتاده که خب آدم ها علاقهشون عوض میشه، تمرکز شغلیشون عوض میشه و اونقدری که برای ما بار منفی داره خیلی اینجا باری نداره. و سوال این که چطوری قوی کردم، یه مقدار ایران کار اورجینال کردن پیچیده بود و من سعی کردم در کنار این که مثلا 1-2 تا کار اورجینال عمیق دارم، تمرکزم هم بذارم روی اینکه لیترچر رو بخونم و لیترچر بیشتر آشنا بشم، منابع رو یاد بگیرم که حالا چند تا هم ریویو از اون لیترچر در اومد و CV در واقع اینطوری ساخته شد و شکل گرفت. در کنارش حقیقتاً برای CV تلاشایی واسه اینکه کلینیکال اینترنشیپ بگذرونم جای خارج از ایران که هم خودم رو اکسپوز بکنم، ببینم در شرایط کاری کشور دیگه میتونم دووم بیارم، خوشم میاد خوشم نمیاد به چه شکلی هستش. ولی اون موقع که من این کار کردم دلار 3000 تومان بود و اون موقع میتونستیم از بودجه هفتگی و ماهیانمون این کار بکنیم، ولی الان این امکان وجود نداره متاسفانه. این قسمتی که داشتین حرف میزدین در مورد این که علاقه عوض میشه خیلی دوستش دارم. من اینو بارها مثلا یه مسئله خیلی بزرگ در زندگی به نظرم همینه، یه چیزی که من خیلی بهش فکر میکنم. یه کتابی هست اسمش هست 17 رفتیم بیرون سیگار بکشیم 17 سال طول کشید و این یه کتابی مجموعه داستان کوتاه روسیه. یه داستانش همینه که یه آقایی هست توی یه کافه نشسته، میبینه یه نفر داره دعوا میکنه، همه سیاه پوشیدن و بعد خیلی اونجا منقلب میشه و تمام زندگیشو میذاره که شبیه اون آدم باشه. 17 سال میره هی ورزش کن مثل اونا لباس بپوش و در یه لحظه بعد از اون 17 سال به خودش میگه که من واقعا اینو میخواستم، مثلا تا اینجا خودم رو رسوندم. این چیزیه که من یادم اولین بار که این کتابو خونده بودم اینجوری فکر میکردم که خب آدم باید حواسش باشه هر تصمیم نگیره، باید یه مسیر درست باشه. در حالی که الان
اینجوری فکر میکنم که تو شاید نیاز داشتی تو اون 17 سال تو اون مسیر باشی، تو اون تمام اتفاقا برات بیفته که اینو یاد بگیری. حالا یه چیزی که در مورد ریسرچ هست، حالا نمیگم 17 سال آدم یه جایی بره که دوست نداره، ولی میخواستم اینو بگم که ما دقیقاً این تفکر اشتباه داریم که فکر میکنم اگه الان قرار تصمیم بگیرم این تصمیمم جوری باید باشه که 50 سال آینده باید به این بچسبم. خیلی وقتا پیش میاد دیگه ما مثلا یه کاری داریم انجام میدیم چون فکر میکردیم اینو دوست داریم، چند سال انجامش میدی ولی به خودت میگی آخه من 4 ساله دارم این کار انجام میدم، حالا یکم دیگه نمیتونم رو مسیرمو عوض کنم. و این خیلی چیز مهمه. یا وقتی که میخوای تصمیم برای شروع بگیری، چون میخوای بهترین 100% تصمیم برای تمام آینده بگیری، خب نمیگیری هی وقتو هدر میدی، در حالی که با همین خطا نمیخوام بگم، تجربه هایی که واقعا شما رو میسازه آدم پیش میره. یعنی همین در مورد ریسرچ من خیلی برام پیش میاد بچه‌ها من پیام میدن چجوری بفهمم تو د پوینت این موضوعی که من باید همیشه کار کنم، در حالی که برای خود من اصلا اینجوری نبوده. دقیقاً یه همچین مسیری که شما گفتی در دوران عمومی فکر می‌کردم مثلا پروتز دوست دارم، خیلی پروتز کار می‌کردم، بعد فکر کنم کت کم دوست دارم، بعد حالا مثلا وارد ای آی شدم و فهمیدم چقدر اخلاقیات برام جذابه، حالا بعد این برام جذابه. و این فلو زندگی آدم، مثلا من نمیدونم مثلا همین انتخاب رنگ که دوست داری، من همون انتخاب رنگم هم کل زندگیم یک رنگ نیست و فکر میکنم این قشنگه. حالا در کنارش هم یه عده‌ای هستن که از این نقطه به اون نقطه میپرن، من اونم بد نمیدونم. فکر میکنم واقعا این نقطه به اون نقطه پریدنه یه وقتایی به خلاقیت آدم کمک میکنه. بعد یه جمله دیگه گفتین خیلی دوست داشتم دوباره روش تاکید کنم، بگم که این خیلی مهم بود ولی الان وارد این شدم یادم رفت، ولی بعد از این دوباره یه چیزی گفتین که من خیلی دوست داشتم. حالا کسایی که میبینم امیدوارم متوجه اون جمله شن، خودشون هایلایت کنن. بعد چجوری کشور رو انتخاب کردین؟ چون من میبینم بچه‌ها، من خودم خیلی کشور انتخاب نکردم، انگار که مثلا اینجوری بودم خب چون ما تخصص دندونپزشکی اونقدر فراوان نیست، حالا چیزایی هم که من میخواستم، من یه آمریکا رو داشتم، بعد زبان دیگه هم نمیتونستم اون دوره یاد بگیرم، خیلی محدود بود. ولی دوست دارم کلا ببینم که آدم‌ها چجوری انتخاب میکنن. مثلا وقتی که تصمیم میگیری به جای مهاجرت کنی، چجوری مثلا شما تصمیم گرفتین، چه ویژگی‌هایی تو ذهنتون اون موقع بولد بود و الان که مثلا مدت هاست اینجا زندگی کردین به نظرتون کدوما خیلی مهمه که مثلا یادت مثلا اون موقع بهش فکر نکردین، یا اون موقع فکر می‌کردین خیلی مهمه الان فکر می‌کنی اونقدر مهم نیست؟ خیلی دوست داشتم آدم چت جی پی تی می بودم که بتونم الان مثلا از چی میگن پرواکتیولی از قبل از اینکه جمله هامو بگم بتونم دسته بندیش کنم، ولی نمیتونم، بر همین نمیدونم چند دسته، حالا میگم و خودتون رتروسپکتیولی دسته بندی کنید. یکی اینکه به نظرم فرهنگ و زبانش خیلی مهمه. مثلا من شاید برام سخت بود که بتونم زبان دیگه یاد بگیرم و اینکه چون چه تو ریسرچ بمونم چه برگردم به بالین، من اون ارتباط با بیماره رو دارم و اون ارتباط حس می‌کردم سخت میشه، کما اینکه بچه‌ها خیلی قشنگ دارن انجامش میدن به آلمانی ایتالیایی و امکان پذیره برای من اولویت هم نبود که اینو یاد بگیرم. یه مسئله دیگه واقعا فرهنگ کاری اون کشوره که خیلی بعضی وقتا مهم میشه. مثلا یه سری آدمایی اصلا ذاتشون آدمای رقابتی نیست، آدمای اونجوری حالا اون ویژگی جاه طلبی رو انگار شاید ندارن و یک جنس زندگی دیگه ای مد نظرشونه، یک جنس آروم تأمین تری مد نظرشونه از جنبه های مختلف زندگی، چه مثلا سوشال سکیوریتی، چه مثلا بازنشستگی، از این جور چیزها خیلی براشون بولدتره، پررنگتره که خب باز دوباره میشه فرق مثلا کشورهای شمال اروپا و یا آمریکا. و یه چیز دیگه هست تعداد امکانها، یعنی حجم منابعی که وجود داره برای کاری که تو میخوای انجام بدی و تعداد مثلا پوزیشنی که وجود داره. و خب همه اینا رو که من گذاشتم کنار هم، احساس کردم که کاری که من میخوام بکنم توی لب‌های خیلی زیادی داره، تو آزمایشگاه زیادی داره انجام نمیشه و یکی از بزرگترین جاهایی که میتونستم رو سرمایه گذاری بکنم آمریکا و من اینطوری انتخابش کردم. با اینکه حالا خیلی برای بچه ها به هم مسیج میدن با دلتنگی چی کار میکنی، خانواده چطور، باز دوباره باید بشینیم بسنجیم دیگه کدوم برای ما در چه کفه‌ای قرار میگیره و کدوم بر سنگینی میکنه. این همین قضیه دلتنگی رو که گفتین، من بعضی وقتا که خودم مثلا بالاخره دلتنگ میشه دیگه، دلتنگ که میشم فکر میکنم میگم که دیگه یک تصمیمیه که هر یک نسلی بالاخره باید بگیره، چون بعضی وقتا یک نسلی که میمونه و تصمیم میگیره بمونه
حالا با توجه به شرایطی که ممکنه که دلتنگی نسل بعد رو بچشه. و بعد فکر میکنم که خیلی از ماها، منظورم فقط یک شخص نیست، خیلی ها میان و میتونن عده نزدیک حالا بیارن، یا این همین تصمیمی که میگن اگه میخوای تغییر بزرگی واقعا رخ بده تو زندگی، اول خودت باید به یه لولی برسی که بتونی اون تغییر رو بدی. برای خیلی ها این شکلی میشه که مثلا فکر کنین میان اینجا کار میکنن، به یه هزینه مثلا یه درآمد میرسن، میارن در یه کشوری که دوست دارن یه کاری میکنن برای یه عده دیگه. و فکر میکنم با این مختلف نشون دادن ارزش‌ها، این که مشخص کنی ارزشاتون چیه، خیلی خوبه. من خیلی دوست داشتم ویژگی‌هایی که گفتین و امیدوارم که کسایی که الان به این قضیه فکر می‌کنن اینا بنویسن، چون وقتی که داشتیم میگفتیم فکرم این ارزش من هست، این برام مهمه و فکرم نه من به این قضیه اصلا فکر نکرده بودم، هنوزم فکر نمی‌کنم. و خیلی مهمه که آدم از زبون آدم مختلف که میشنوه هی یادش می، مثلا ممکنه که من واقعا یه چیزی ارزشم باشه نفهمم، بعد ببینم رضایت ندارم از جایی که هستم و شاید به خاطر اینکه اون ارزش رو هنوز پیدا نکردم که این برای منه و بعد بفهمم پس این اگه ارزش منه باید روی این قضیه کار کنم. اینو خیلی دوست داشتم ازتون بشنوم. در مورد ایمیل زدن به اساتید میدونم خیلی حالا همه چی هست، ولی دوست داشتم یکم تجربه شما رو هم بشنوم که شما همون فیلدی که فقط دوست داشتین و ایمیل زدین و همین مدلی که یکم در مورد خودتون توضیح دادین و گفتین که کدوم کار اون استاد رو دوست دارین و اینا. ببین یه مقدار این که مثلا من چی کار کردم اینجا میاد اهمیتش کمتر میشه، چون که من زمان که من داشتم میزدم احتمالاً تقاضا انقدر نبود، احتمالاً یه جایی بود که کووید داشت کم رنگتر میشد، مثلا 1 سال و خورده ای از کووید گذشته بود و داشت مثلا دوباره پوزیشن ها میومد بالا. برای همین شاید من با تعداد کمتری تونستم به خاطر این چیزای محیطی، چیزایی که دست من نبود، و شاید الان بچه‌ها به خاطر اینکه تقاضاها رفته بالاتر، آدمای بیشتری دارن میزنن، کارشون سخت‌تر باشه. و هم خیلی میپرسن شما با چند تا گرفتی؟ حس میکنم که مثلا رفتن پیش مربی ورزش و میگن که تو عضله مثلا بایسپست با چند تا تکرار در اومده و خیلی کار نمیکنه دیگه این چیز. ایمیل رو چجوری دادم؟ خیلی نظاممند شروع کردم، دانشگاهایی که دوست داشتم، البته دانشگاه یعنی اگه به بچه‌ها بخوام بگم اینجوری میگم، شروع کردم دانشگاهایی که دوست داشتم، استادی که کارشون رو دوست داشتم، ایمیلاشون رو در می آوردم، یکم راجع به کاراشون میخوندم، مثلا 4-5 تا مقاله‌ای که اخیر چاپ کردن، بعد میرفتم توی سایت هایی که گرانت هاشون هستش مثل نایت ریپورتر، مثل گرانتوم، اسمشون رو سرچ میکردم ببینم مثلا گرانت بازی دارن یا نه. اگر گرانت بازی دارن خب این میشه که اون پروژه آنگوینگشونه، اون پروژه در حال حاضرشونه، یه نگاهی هم به اون مینداختم، بعد ایمیل میدادم، میگفتم من اینو دوست دارم و اینا، سعی میکردم ایمیلم خلاصه باشه. اولا که ایمیل میدادم ایمیلم خیلی طولانی بود، بک‌گراند طرفو میخوندم، قشنگ خلاصه میکردم، بعد میگفتم من کیم، من چی کار کردم، بعد کجا، قشنگ 3 تا پاراگراف گنده مینوشتم. بعد متوجه شدم کسی حوصله نداره اینو بخونه. و یکی از دوستام خیلی توصیه، خیلی مثال خوشایندی نزد ولی مثال درستیه. طوری بود که ببین اگر استاده از پای میزش بلند شه بخواد تا دستشویی بره، ایمیل تو رو میرسه بخونه یا نمیرسه بخونه؟ چون خیلی ایمیل احتمالاً ارزشمندی نیست، یعنی ایمیلی نیست که همه شروع منتظرش باشن requesting for مثلا position، یعنی برای همین هر چقدر که تو اونو to the point تر و نکات درست‌تر رو یعنی بولتوار بتونی بنویسی و بتونی خودتو هیجان زده و انگیزه مندشون بدی، شانست میره بالاتر. و همین تقریبا. ولی من چیکار کردم؟ من مقاله میخوندم، از رو مقاله ها به آدمایی که اونایی رو انجام دادن ایمیل میدادم. حالا اینم میشه اونم این میشه. روشو خیلی دوست داشتم. به جز اون نکته‌ای که گفتین اون آدم از میزش پا میشه تا میره دستشویی فقط اونقدر وقت داریم، یا همین چیزیه که میگن مکالمه های آسانسوری، در حد یه طبقه وقت داری که خودتو به اون آدم نشون بدی، مثل همین کانکشن ساختن و چجوری نتورکینگ کنی. این خیلی یادآوری خوبی برای من بود که حواسم به این قضیه باشه، چون خیلی وقتا مثلا تو این عصری که همه عادت دارن فقط اسکرول کنم برم پایین، ما وقت کم داریم برای معرفی خودمون، برای اینکه اون ایمپرشن بزنیم. و این چیزیه که واقعا در ایمیل زدن هم مهمه، چون روزانه خیلی ایمیل میگه. یعنی ما فکر می‌کنم مثلا شما حتما همینطور، ماهی که اصلا ربطی، مثلا من استاد نیستم، من میگه تو لب کار میکنم، باز یه عالم ایمیل میگم که میشه باهاتون کار کنم، و بعضی وقتا ایمیل‌ها رو میخونم، مثلا من جواب میدم میگم به من که کار نمیکنه ولی تو ایمیلت اینا رو رعایت کن. میبینم چقدر ایمیل‌های طولانی و اصلا ربطی نداره، میبینم
خیلی ناراحت میشه، حالا نه فقط ایران یا کشورهای دیگه، ولی این کادم تو ذهنش باشه تو فقط انقدر وقت داری از رو میز تا اونجا باید ایمپرشن رو بذاری جوری باشه که اون لحظه بهت ایمیل بزنه بگه آره دوست دارم بیا اینترویو ست کن. اینو خیلی دوست داشتم. و یه چیز دیگه که حداقل اگر که نمیرسید ایمیل رو پرسونالایز یا شخصی سازی کنید برای هر استاد، مطمئن باشید اون فیلدی که گفتید دوست دارید همون فیلدیه که استاد کار میکنه. یکی از دوستانی که حالا برق بودن، دکترای برق داشتن، مثلا خواستن با استاد من کار کنن که یکم دچار کانفیوژن شده بود که اصلا خیلی هم تو ایمیل تفت داده بودن که من دوست دارم با تون کار بکنم، اون فیلدی هستش که دوست دارم و خیلی برای لب هیجان انگیز و بامزه شده بود این اشتباهی که فکر کنم برای خیلی‌ها پیش میاد، ولی آدم حواسش باشه این ضریبه رو بیاره پایین‌تر کمتر کنه، دقیق‌تر ایمیل. اینطوری بودیم که مثلا برق میخواد بیاد ما چیکار فیل وسط درست کنه. خیلی یکم بیشتر در مورد لبتون میگین، چون حالا تجربه که من خودم از لب داشتم، حالا من البته یکم یه مدت وت لب کار میکنم، اون تعادل زندگی، این که بیای حد و مرزتو مشخص کنی، مخصوصا برای آمریکا که یه فرهنگیه که حالا درسته یه دستن که پیپل پلیزرن، خیلی مهرطلبن، حالا هی چشم آره این کار میکنم، ولی برای ماهایی که از ایران میایم چون خیلی شخصیت تعارفی داریم و نم یکم حالا برای بعضیامون سخته، نمیخوام بگم همه اینجوریان، به نظرتون چجوری میشه این تعادل بین کار و زندگی رو با اون حدی که بتونی حد و مرزت هم مشخص کنی؟ چون اینجا فرهنگیه که خیلی راحت میتونی باندریتو مشخص کنی و تهش اینه که بقیه فقط بگن که این آدم این مدلیه. این چجوریه براتون؟ ببین ورک لایف بالانس خیلی به نظرم توی ریسرچ قابل مدیریت بیشتری نسبت به حالا رزیدنتی و اینها، برای یعنی با توجه به تجربه من و دوستایی که میبینم نزدیکم هستن و ساعت کاری مشخصی داری تقریبا و حالا بستگی داره به اینکه استاد چقدر آدم عجیب غریبی باشه. و اگر که آدم پروفشنال و منطقی باشه احتمالاً تو همون ساعت کاری از تو انتظار داره کار کنی و اون عناوین کاری که حالا در ذیل شغلت هستش و اون کارهایی که از تو انتظار داره رو شفاف از تو میخواد و ددلاین ها و تایم هایی که باید مثلا هر پروژه تحویل بدی رو برای تو تعریف میکنه. و ولی بیشتر مشکل آدما اینه که استادشون استاد عجیب غریبیه و وقتی که اون استاد عجیب غریبیه دیگه بیشترش مثلا میشه مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های مذاکره‌ای، مهارت حل مسئله که تو در حین اینکه اون احترام استاد رو نگه میداری مرز خودتو بیای بسازی. استاد من خیلی بنده خدا مثلا اینطوری نیست که توی آخر هفته زنگ بزنه تعطیل رسمی باشه مگه اینکه ددلاین خیلی ویژه‌ای داشته باشیم یا بعد از ساعت کاری زنگ بزنه، ولی وقتی هم که زنگ میزنه من چون یه چیز کاندیشنینگ یا شرطی سازی خودم کار میکنم، یعنی کار اذیت دارم مثال بزنم چون که برای آدمایی که سکته کردن یا ریفلکسی رو ما شرطی میکنیم میاریم پایین یا میبریم بالاتر و من اینطوری که هر موقع که زنگ میزنه من همون لحظه یا مثلا 1-2 دقیقه بعدش بهش تکست میدم و یه داستانی رو کلا تعریف میکنم براش، این شد و این شد، یه گزارش براش میدم و انگار یک چیز نانوشته‌ای برای ما شکل میگیره که اوکی زنگ نزن ولی تکست بده و مثلا تکست 1 یا 2 تا دیگه بعد مثلا تکست 2 اینطوری هم که ما توی سرکار اینو دیسکاس میکنیم، اینو بررسی میکنیم. ولی به طور کلی خیلی آدم اونطوری نیستش که مثلا رعایت میکنه خودش، یعنی تجربه من احتمالاً تجربه خیلی کمک کننده نیست نسبت به کسایی که درگیرت استادای عجیب غریب. آره بعضی از دوستای منم تجربه خیلی خوشایندی نداشتن، ولی خب یه تعداد زیادی هستن که انسان‌های سالمی هستن تا حدی تو فضای مثلا آکادمی و دانشگاه و فکر می‌کنم این چیزی که گفتین خیلی مهمه، چون الان که داشتین در مورد این نشون میدادین که مثلا به من زنگ نزن مثلا تکست بده، چیزیه که خیلی خوبه چون نه به صورت مشخص میگی نه من این کار نمیکنم، چون بعضی از آدم میگن اوکی و مثلا خیلی حالا خشن به نظر نمیاد، دقیقاً اونجوریه که چجوری به صورت پروفشنال حد و مرزتو نشون بدی و اینکه باعث شه که اون آدمم بهتر بشناسدت، بهتر بدونه که چجوری باید رفتار کنی. خیلی من دوست داشتم این چیزی که گفتینو. و
حالا این سوال خیلی سوال شخصیه به نظرم، هر کسی یه مدلیه، ولی خیلی از بچه‌ها همیشه میترسن، میگن وای چجوریه، چقدر سخته، چجوری باید کار کرد، ما یاد میگیریم یا نه، نکنه حالا ما نتونیم هیچی یاد بگیریم، نتونیم کار کنیم. یکم در مورد اینم صحبت میکنین که چجوری تو لبتون کار میکنین. حس میکنم این جنس تفکری یه جنس تفکریه که حالا من شاید دارم تعمیمش میدم، ولی حس میکنم من خیلی اینو میشنوم، به خصوص از دخترایی که از خاورمیانه میان و حس میکنم یه مقدار زیادیش اون جنس آموزشیه که تو مدرسه گرفتیم، اون جنسیه که هی به همون گفتن که نه اونقدری که تو باید خوب نیستی به خاطر اینکه این ویژگی اون ویژگی اون ویژگی رو نداری. و به طور کلی هم بتونم بگم همشون هم یه سری ویژگی های بسیار ایدئالگرایانه ای رو مثال میزنن که خب شاید معدود آدم هایی هستن که اونها رو دارن، یعنی اونها شرط اصلی موفقیت نیستن ولی اینطوری جلوه میدن که شرط اصلی موفقیتن. حالا مثالش برای ما میشه که من سن تو بودم هریسون رو کامل خونده بودم، یکی از تکست بوک های داخلی یا چیزای مشابه. ولی اینجا اینجوریه که قدم به قدم یاد میگیری و توی ریسرچ مخصوصا جایی که خود استاد هم خیلی جاییه که داره فرضیه هاش رو امتحان میکنه، خیلی از تو سوادش بیشتره طبیعتاً، ولی اون هم جاییه که داره با ندونستناش دست با پنجه نرم میکنه و اگه قرار بود بدونه عملاً علمی رو قرار نبود پیش ببره دیگه. و در جواب سوال این که مهارت رو یاد میگیریم یا نه، احتمالاً یاد میگیریم. یعنی من خودم خیلی همیشه خودم رو سرکوب میکنم که مثلا چرا سرزنش میکنم که چرا مثلا برنامه نویسی بهتر یاد نگرفتی، چرا همین مثلا یکی از تکست بوک های نوروساینس رو کامل نخوندی چند بار. ولی بعد که به خودم میام اینطوری هم که مهارتی که انسان‌های دیگه تونستن یاد بگیرن احتمالاً تو هم میتونی یادش بگیری، فقط قصه اینه که چقدر اون مهارته از تو قرار ریسورس بخوره، منابع تو بخوره و به طور ویژه همون زمانته و تو چقدر در این واضعی از زندگیت که داری دوست داری زمانت رو اختصاص بدی به اون مهارته و چقدر اون مهارته تو رو جلو میبره. یعنی ما همش باید اون بیگ پیکچر رو، اون تصویر کلیه رو نگاه کنیم، بعد اون مهارتایی که دوست داریم یاد بگیریم، دوست داریم بهتر بکنیم و بیایم بهشون ارزیابی کنیم، ببینیم هر کدوم چقدر قراره زمان، هزینه اینها مصرف بکنن، بعد پازل رو بذاریم کنار هم ببینیم اوکی ما این پکیج رو میخوایم مثلا 1 سال جلو ببریم، بعد دوباره بعدش بیایم ارزیابی مجدد بکنیم ببینیم در سال بعدی میخوایم چیکار کنیم. یکم شبیه ربات شد، ولی خودم هم اینطوری نیستم که 100% این کار رو انجام بدم، ولی این پروسه‌ایه که به مرحله آگاهی من رسیده و تلاش میکنم مثلا تا حدی که میتونم اینجوری باهاش حل مسئله. من خیلی دوست دارم چون بعضی وقتا یادمون میره، چون فکر میکنیم که ما تنها آدم رو زمینیم و حالا یه عده اینجوریه که تنها آدم رو زمینن که اینو نمیدونه، که اینو نمیتونه انجام بده و فکر میکنه همه میتونن، همه در لولی هستن که برای خودشون خوبه، یا یه عده این مدل نگاه میکنن نه اون اگه نمیتونه اصلا در لولی نیست که من خودم باش مقایسه کنم، خودش رو با یه لول خیلی بالا داره مقایسه میکنه که خب نه حالا اون شرایط هست، نه یه سری ویژگی‌ها نیست اینجوری که اون میتونه منم باید بتونم. و همین قضیه که گفتین یادم میاد که مثلا اون استادی که الان داره به منم یاد میده یه سری واقعا گپ های خودش داره، اونم درگیر اینه که یاد بگیره، چون اگه همه اون آدم میدونست که اون علم اصلا تموم شده بود دیگه، واقعا همه چی تموم بود. و این یادمون میره که همه ما تو اون یادگیری هستیم. حالا که یکم وارد این قسمت شدیم، من فکر کنم قبلا هم بهتون گفتم یه چیزی که خیلی دوست دارم در موردش صحبت کنم مسیرهای غیر از رزیدنسیه، چون خیلی از من میپرسن همه که من یادم اصلا وارد آمریکا که شده بودم من خیلی رقص دوست داشتم خیلی زیاد و یکی از آدمای نزدیک زندگی میاد بهم گفت ببین ایران دندون پزشک بودی
اینجا یه زندگی تازه است. برای اینکه شروع کنی مثلا دوباره بری دانشگاه، به این فکر کن، که آیا این مسیرت واقعا. فکر نکن که چون ایران مثلا دندون پزشک بودی اینجا هم باید دندون پزشکی همین کار رو مثلا بکنی. فکر کن ببین الان دوست داری چیکار کنی، چون واقعا حالا اینجا اونقدر شرطش مثل ایران نیست. حالا میخواستم رقصم مثال بزنم که بگم یک چیزی خیلی بیرونه اون مسیری که هستم و واقعا فضا فرق داره. و این تصمیم بود که برای خود من یه مدت طولانی من به این قضیه فکر می‌کردم، یعنی تا مدت ها حتی وقتی که تصمیم گرفتم اپلای کنم اینجا باز هم تو ذهنم بود که ببین فقط تحت تاثیر اینکه یه دوره‌ای از زندگی کاریو کردی نیازی نیست اینو ادامه بدی، چون واقعا آدم چند سال بعد از اینکه تصمیمش هم عوض کنه زندگی کنه، حتی یه روز دو روز هم واقعا تصمیم خوبی، یعنی اینجوری نباشه. من خیلی‌ها رو می‌بینم میگن که الان دیگه دیره، من تا اینجا موندم. یعنی چیزیه که من خودم خیلی با خودم هی دارم تمرین میکنم، یعنی اون مرحله آگاهی که گفتی این چیزی که من میخوام تمرین میکنم. یعنی هر وقت ندای درونیم بهم میگه وای الان دیره، حالا این کارو کردیم، این سرمایه‌گذاری کردیم، باید دیگه استیک کنی به این مسیر، همین باشه. به خودم اینو یادآوری میکنم، میگم نه، از بیرون نگاه کن. حالا دوست دارم اینو با شما بشنوم این داستانو، چون یه بار ما هم در موردش صحبت کردیم که من اینو خیلی دوست دارم. بچه‌ها خیلی بهم پیام میدن که بعد از مدت کار کردن، خیلی آدمای نزدیکم حتی میگم مثلا دندونپزشکی دوست ندارم، من کار کردن این شکلی با یه انسان رو دوست ندارم، مثلا دوست ندارم تو اون فضا کار کنم، چه مسیرهایی هست. و خب اینو دوست دارم که از زبون شما بشنوم. ببین همه ماها توی دنیای ایدئالی زندگی نمی کنیم دیگه. توی دنیایی داریم زندگی می کنیم که خیلی از تصمیمامون رو شاید از سر اجبار بگیریم و اون اجباره مثلا بقاییه که در خطر احتمالا. و برای خیلی از آدم ها همین که وارد یک کشور جدید شدن اونقدری استرسور بزرگیه، یعنی محرک بزرگی هستش برای اضطراب ها، برای افسردگی ها، که خب واقعا این امکانو خیلی وقتا بهشون نمیده که اون چیزی که درون خودشون دوست دارن که زندگیش بکنن رو بیان بروز بدن در واقع. و یه بخش زیادی واسه این که احتمالاً میچسبیم به اون مسیری که شاید میدونیم ته دلمون بر ما داره کار نمیکنه، ولی مسیریه که به شدت شسته رفته است، چارچوبش مشخصه، قدمهاش مشخصه، 1 2 3 میتونی بری تیک بزنی و اتفاقاً مسیر بسیار ریواردینگی هستش. یعنی مسیریه که حالا شما بهش برسی درآمد قابل قبولی داری، زندگی و اون بقای شما تأمین میشه. خب ولی دقیقا همونطوری که گفتی خیلی وقتا آدم ها به اون نقطه میرسن، از اون تقلاه عبور میکنن، از اون اضطرابه که محیط داشت بهشون میداد که من اگر وارد این نشم مثلا اقامتم به مشکل میخوره یا هزینه زندگیمو نمیتونم بدم، برمیگردم مثلا مجبور میشم برگردم کشورم. وقتی همه اینا که عبور میکنیم، اون تلاطم عبور میکنه و دیگه به اون کار ثابت، درآمد ثابت، خونه و زندگی میرسیم. تازه اتفاقا چند ماه پیش یه دوست عزیزی از آلمان به من پیام داده بود، میگفت اون موقعی که من مهاجرت کردم به آلمان انقدری دیتا نبود، انقدری آدما نمی اومدن به شفافیت صحبت بکنن و منی که از دانشگاه‌های برتر مثلا 5-6 تا دانشگاه تاپ نبودم، هم اصلا کسی رو دور برم نمیدیدم. و الان که آلمان که اومدم راحت ترین راهی بود که میتونستم بیام و اومدم. ولی الان که مدرکم رو گرفتم، اقامتم رو دارم، پاسپورتم رو گرفتم، خونه، زندگی، الان دارم میگم آیا زندگی همین بود؟ یعنی زندگی من در همین خلاصه میشد. و اونجاییه که آدم میگه که اون استابیلیتیه یا اون استابیلیتی فارسیش چی میشه؟ ثبات. اون ثباته که تو زندگی رسیده به چه بهایی، به چه هزینه‌ای کسب شده. مسیرهای دیگه یه مقداری اون ثباته توشون متزلزله. یعنی و جالبه که ماهایی که بچه‌های علوم پزشکی هستیم خیلی بیشتر اون ثباته برامون ارزشه، اون ثباته برامون بلده، پررنگه. با بچه‌های غیر پزشکی غیر علوم پزشکی صحبت میکنم. اتفاقا با یه دوستی داشتم صحبت میکردم که MBA
NYU خونده، یعنی داره تموم میکنه و اون اینطور بود که این دغدغه‌ای که ازش حرف میزنی که خارج از بالینی خیلی برای ما طبیعیه. مثلا ما لیسانس رو گرفتیم، بعدش حالا با زندگیم چی کار کنم، دوباره بشینیم زندگیمون رو کشف کنیم. و یه جنس این مواجه شدن با زندگیه که انگار علوم پزشکی، دندون، دارو اینا از ما گرفته. ما تیک بزنیم، این امتحانو بدیم، پره بدیم، نمیدونم علوم پایه بدیم، دوباره رزیدنسی بدیم، این کار کنیم، بورد بگیریم، حالا یا مطب بزنیم یا استاد بشیم. خیلی شسته و رفته و مشخصه. ولی وقتی که میخوای بگی اوکی من میخوام خودم رو زندگی کنم، تو کجای عالم خودم رو زندگی کنم، چه شکلی برم خودم رو زندگی کنم، چه شکلی خودم رو تعریف کنم، چه مهارتایی بذارم کنار هم بگم این منم، من این کار رو میخوام بکنم، یهو اصلا در باز میشه به یک اپورتونیتی های بی نهایت. و خب این خیلی اضطراب آوره دیگه. تو فکر کن اینو بذاری کنار این که اولای مهاجرت، پولت کمه، گرین کارت نداری، خیلی هندل کردن سخته. این از قصه های زیادی که گفتم، ولی در کنارش چه کارهایی میشه کرد؟ به عنوان پزشک میتونید ریسرچ کنین، میتونید توی شرکت های مختلف کانسالتنت یا مشاور پزشکی بشین، توی شرکت های بزرگ مثلا حالا فایزر، جانسون اند جانسون، مدیکال کانسالتنت خیلی استخدام میکنن، یا ریسرچر استخدام میکنن. میتونید ریسرچر بشین توی دپارتمان های مختلف، توی حالا دپارتمان های دولتی، شرکت های خصوصی، هر چیزی میتونید. حالا مسیر کارآفرینی رو بریم، چه مسیر کارآفرینی سلامته، چه مسیر کارآفرینی های دیگه هستش و خود این مثلا شاخه های مختلفی میخوره که مثلا میتونی اگر که توی سلامتی بری MBA MPH بخونی مثلا، یا MPH خالی بخونی اگه دنبال دیگری هستی. اگر که بعد حالا اونو گرفتی میتونی مثلا دوباره بری توی سازمان‌های بین‌المللی که دارن توی حوزه مدیریت سلامت کار میکنن، UN ها، WHO، یا نه اصلا دنبال دیگری نیستی، میای اینجا یکم بر خودت ریسرچ میکنی، هر چیزی ایده ریسرچی میزنی، یه ایده تکنولوژی میزنی، میای مثلا گرانت اپورتونیتی های مختلف هستش، میری میگی آقا من میخوام این گرانت رو بگیرم. مسیر خیلی زیاده متاسفانه و خوشبختانه، بر همین یکم خودم هم اولای راهم، خودم هم دارم سعی میکنم دست و پا بزنم و خودم رو پیدا کنم. من خیلی دوست داشتم این ایده هایی که داشتیم میدادین، قشنگ مثل یک برین استورمی که آدما خب خیلی هایی که فکر میکنن نمیخوام پزشکی به ادامه بدم، وقتی ازشون میپرسی خب میخوای چی کار کنی، اونها دقیق نمیدونن. یعنی قضیه یه نفر یا دو نفر نیست. به نظر من ما قبل از کنکور به عنوان یک نوجوان، واقعا کسی که اونقدر دنیا رو ندیده، چون زمان ما اونقدر مثلا سوشال مدیا نبود، خیلی محدودتر بود، ما خیلی به دنیای بیرون مثلا عملا اونقدر تجربه نداشتیم و تصمیمی بوده که گرفته بودیم، اطرافیان گرفته بودن و ما اینجوری بودیم خب این کار انجام بدیم و رفتی دانشگاه. و بعد در دوران دانشگاه چند نفر بودن فکر که اگه پزشک نباشیم این کار میتونم به صورت حرفه‌ای و جدی انجام بدم، نه اینکه فقط علاقه باشه. و بعد خب دقیقاً همینجوری که میگی مسیر پزشکی خب و دندون پزشکی و کلا این مسیرهایی که میدونی درس تمام میشه، این مدل کارها در بازار هست و به صورت سکیور میتونی انجام بدی، اونجوری نیست که رو زمین واقعا بمونه نیست رشته و بعد انجام میدی. اینم ایدئالته این. و این فقط هم فکر نمی‌کنم مسئله ایران باشه، من خیلی دوستم از کشورهای مختلف، یعنی کشور خوب آمریکا، حتی کشور اروپایی میبینم دقیقاً همین دغدغه هست و همین که پزشکی خونده، دندون پزشکی خونده، یه رشته‌ای که فکر می‌کرده خیلی خفنه خونده و حالا اینجوریه که ولی حالا این سطح استرس برام زیاده، این مدل رفتارا رو دوست ندارم، اصلا این مدل چیزی نیست که ارزش من باشه و بعد تصمیم میگیرن که بیام بیرون. و حالا یه عده هستن که حالا این تصمیم میگیرن خیلی هم جدی و یهو میرن یه فیلدی که خیلی جداست. واقعا یک شجاعتی من بهش میگم، یه شجاعتیه که تصمیم میگیری کاری که میدونی این مسیرش اینه و شاید مثلا لول این مسیر شما رو به اینجا برسونه اگه اینو انجام بدی، ولی شاید اون شجاعت رو انجام بدی. مثل پریدن است، یعنی یه پله بالا سرت میبینی، به خودت میگی یا میتونم بپرم رو اونجا سوارشم راه برم یا اینجا میخورم زمین. و یک عده اون شجاعت رو دارن که بگم من رو این پله میپرم و بعد وارد اون لولی میشه که واقعا این لول اپه. داشتم یه ویدیوی نگاه میکنم که در مورد پیشرفت و لول اپ توضیح میده که چه تفاوت دارن. پیشرفت اینه که مثلا تو اینجوری میری به یه نقطه‌ای میرسی، اوجت هم خیلی وقت آدمایی که تو مسیر هستن. لول اپ یه چیز دیگه است، اصلا داری لول اپ میکنی، یعنی ممکنه با این پیشرفت و این مسیر هیچ وقت به این درجه نرسی و این تصمیم سختیه که آدم بفهمه که
نیازه که این لول اپ رو اینجوری انجام بده یا فقط پیشرفت کنه در اون مسیری که الان هست؟ خیلی قشنگ گفتی رابطه. یه چیز دیگه هم دوست داشتم بگم در همین راستای صحبتی که کردی، این بود که خیلی از ماها واقعا مثلا میدونیم که احتمالاً اون پزشکی 100% علاقه ما نیست، اون دندون پزشکی 100% علاقه ما نیست، ولی انقدری که همه دنیامون رو گرفته بود تو ایران، ما فرصت نداشتیم که اصلا بریم همون اکسپلور، یعنی همون کشفه که اولش داشتیم راجبش صحبت میکردیم. اصلا خیلی وقتا انقدر گیج و گمیم نمیدونیم آها در این دنیا چه چیز دیگه ای وجود داری که میتونه برای من خوشایند باشه و برای من ارزش باشه. این هم هست دیگه، یعنی در کنار همه اون ترسا این ندونستن این که خب من اگر پزشک نیستم پس کیم؟ آدم حس میکنه هویتش پزشک، دندون پزشک اون شغل است. من سال هاست فکرم 4 سال 5 سال پین توییترم اینه که مثلا حواست باشه دندون پزشکی هویتت نیست. چون من یه دوره اینجوری بودش که انقدر فکر میکردم هویت من دندون پزشکی، زندگی من دندون پزشکی که میرقصیدم احساس عذاب وجدان شدید، یوگا میکردم احساس عذاب وجدان شدید، یک کتاب غیر از دندون پزشکی میخوندم احساس عذاب وجدان شدید، که تو هدفت اینه تو دندون پزشکی فقط باید روی این کار کنی. در حالی که درسته آدم یه هدف اصلی که برای خودش داره میگه مثلا برای اون قدم بردارم، ولی اینو نباید با این قاطی کنیم که هویت ما، چون آدم مثلا به خودش میگه که من هویتم در ورزشکاره، سعی میکنه غذاشو خوب سالم‌تر بخوره، بهتر ورزش کنه، بعضی وقتا که حوصله نداره بگه خب ولی من ورزشکارم انجام بده. اینو با این قاطی میکنیم که دقیقاً همین فکر میکنی تمام زندگیت فکر کردی که دندون پزشکی حالا بخوای مثلا بیمار نبینی، خب دندون پزشک بیمار میبینه، تو نمیخوای دیگه ببینی، پس تو این هویتتو داری از دست میدی. انگار یکی دستشو گرفته تمام خاطرات، تمام هیستوریتو داره پاک میکنه و تو اینجوری که نه این تمام هیستوری منه. دقیقاً همین چیزی که گفتین. سخته. ولی واقعا یه چیزی هم که هست اینه که من یادم توی کتابی، نمیدونم چه کتاب حقیقتش، خونده بودم که یه تستی گرفته بودن از آدمایی که فکر کنم تو هاروارد هم بودن که شما چقدر مطمئنی مسیرت درسته. حدود 80% میگفتم ما نمیدونیم، ما شک داریم. و این شک چیز بدی نیست. یعنی آدما فکر میکنن وقتی من دقیقاً صبح امروز داشتم فکر میکنم من انقدر شک دارم به مسیرم، آیا اصلا مسیرم درسته؟ و فکر دقیقاً همین یادم اومد که باید شک کنیم. شک حالا نمیگم مطمئن باشه که مسیرت غلطه، ولی اون شکی جاهای شما رو هدایت میکنه. حالا من این لیست سوالایی بود که خیلی دوست داشتم ازتون بپرسم، ولی من مثلا خودم استوری شما رو میبینم، خیلی چیزای دیگه هست که میتونین صحبت کنین. حالا میدونم که خیلی ازتون سوالم میپرسن، دوست دارم اگه فکر میکنین مطلبی هست که دوست داریم بگیم و میبینین که دغدغه بچه‌ها هست با هم صحبت کنیم. بچه‌ها خیلی میپرسن که با شرایط ترامپ چطور میشه اتفاقا. حقیقتا من دوره اول ترامپ اینجا نبودم. چیزایی که از آدم ها میشنوم اینم که ویزای جی و اف و برای مثلا دانشجو و پستاک و اینها خیلی تحت تاثیر قرار نگرفته بود، ولی اینکه در این دوره چه اتفاقی بیفته رو ما نمیدونیم. باز میشه در ذیل اون چیزهای محیطی که دست ما نیست و قشنگه که آدم پلن بی و سی برای خودش داشته باشه. این چیزی که خیلی میپرسن ازم. و چجوری استاد پیدا کنیم خیلی میپرسن ازم و حس میکنم من تو ایران خیلی میپرسن چجوری تو ایران پیدا کنیم که باشون کار بکنیم و اینا. متاسفانه راه میانبری وجود نداره، اینکه شما برید درهای زیادی رو بزنید بالاخره یکیشون باز میشه، بالاخره یکیشون هم شما هم استاد خوشحالید که با هم کار بکنید. ولی جادی یه چیز با مزه خیلی میگه، همین آدمی که کامپیوتر ساینتیسته، جادی میگه که آدمایی که خفن شدن خیلی از کارا رو خودآموز یاد گرفتن. شما بری از برنامه‌نویس خفن بپرسی نمیگه من مثلا این دوره رو ببرم دوره رو. آره هم امیدوار کننده است دیگه، ولی خب اون دیسیپلین واقعا برای من سخته. یعنی همونطور که الان میبینی انقدری برای من این دیسیپلینه توی این هوای سرد سخت بود که من دیدم که فقط دارم درست تو هفته یوگا میکنم. البته خب پاور یوگا یعنی وینیاسا انجام میدم، یعنی اونقدری مثلا بد نیست، نزدیک 180 دقیقه میشه، بد نیست ولی خیلی هم
هیجان، یعنی میتونم بیشتر ورزش کنم دیگه. گفتم از این حضور جمعی، قدرت جمعی، از شرم بچه‌هایی که دنبالم میکنن هی هر روز قراره استوری بذارم که ببینم ورزش کردم یا نه. این دیسیپلینه واقعا سخته، یعنی اگه به خودم بود احتمالاً ورزش نمی‌کردم. خوب میتونی نظر بیاری. مرسی هلیا جون برای وقتی که گذاشتیم، برای قصه‌ای که تعریف کردیم و برای نکات خیلی مهمی که گفتین. یعنی حالا به جز قضیه مثلا ایمیل زدن و خود ریسرچ و اینا که گفتین که واقعا هم یاد گرفتم، من خیلی مشتاق این قسمت بودم که حالا یکم وارد اون عمق ذهنتون بشم، بیشتر بشناسمتون و ازتون یاد بگیرم که واقعا اتفاق افتاد. مرسی که وقت گذاشتین. امیدوارم آدمو ببینن و یاد بگیرن و لذت ببرن از این ویدیو. مرسی از خودت، منم خیلی بهم خوش گذشت. امیدوارم که خوب باشی و امیدوارم که مفید بوده باشه.